قد کوتاه‌ترین آدم زندگی روی زمین رو میشناسی؟ این خانم به حدی کوتاهه که قدش با 4 تا گوشی موبایل یا 3 تا بطری آب برابره. اون فقط 5 کیلوگرم وزن داره و به خاطر شرایط فیزیکی خاصش نمیتونه بدوه، نمیتونه بپره. فقط و فقط میتونه آروم راه بره. جیوتی آمگه در سال 1371 تو هند به دنیا آمده و قدش از 3 سالگی تا حالا که 30 سالشه تغییری نکرده و باعث شده که حتی از یه بچه 2 ساله کوتاه‌تر باشه. جیوتی به اندازه‌ای کوتاهه که لباس، لیوان، صندلی و وسایل زندگی اختصاصی خودش رو نیاز داره. اسم جیوتی با قد 62.8 سانتیمتر در کتاب رکوردهای گینس ثبت شده و اینجا میتونید کنار قد بلندترین آدم دنیا ببینیدش. جیوتی با وجود محدودیتایی که داره تونسته مدرک لیسانس خودش رو بگیره و در فیلم و سریال‌های هالیوود هم حضور پیدا کنه. اما جالبه بدونید سال گذشته یه ایرانی به نام افشین قادرزاده با قد 65 سانتیمتر قد کوتاه‌ترین مرد جهان شناخته شد.